وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم به آسمان ها عروج کرد در سفر معراجش، جبرائیل پیشاپیشش حرکت می کرد، به هر آسمانی که می رسید در می زد. مسئول اون آسمان می گفت کیه؟ می گفت جبرائیل. کی همراهت؟ محمد صلی الله علیه و سلم. در باز می شد. عظمت‌های اون طبقه اول آسمان نشون رسول الله صلی الله علیه و سلم میداد و تو هر طبقه با یکی از انبیا ملاقات میکرد. پیامبر 10 تا معراج رفته تا رسید به آسمان هفتم. اونجا با جدش ملاقات کرد، حضرت ابراهیم بتشکن خلیل الله. گفت این ابراهیم علیه السلام جدته، برای سلام کن. سلام کرد، بعد جواب سلامش داد و این جمله رو بهش گفت: مرحبا بالابن الصالح و النبی الصالح. خوش آمد میگم به نبی صالح و فرزند صالح. نوشه چه سعادتی بزرگتر از این که پیغمبر آخر الزمان و اشرف رسول و اشرف اولوالعزم نوه ابراهیم باشه. مرحبا به نبی صالح و فرزند صالح. بعد پیامبر رفت بالاتر، به سدرة المنتهی رسید تا رسید به عرش خدا. دیگه اونجا جبرائیل متوقف شد، تو سقف آسمان هفتم جبرائیل متوقف شد. گفت اگر یک قدم من جلو بیام به بالا، نور خداوندی من رو ذره ذره میکنه. اونجا دیگه خودت تنها باید برید. سبحان الله. ولی موقع برگشتن دوباره یه سری به من بزن. خب رفت اونجا، نمازها برش فرض شد. موقع برگشتن گفت میرید؟ گفت بله. گفت سلام امت تو برسون. ابراهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و به امتت بگو که بهشت خاکش خیلی مرغوبه، حاصل خیزه. یه منطقه هست بعد از لیردف بهش میگن زراباد، شهر دکتر سیاد خدا رحمتش بکنه و جزو شهدا محشورش بکنه و علمای زندهمون خدا حفظشون بکنه و خاتمه به خیرشون بکنه و همه برادرها و خواهرامون در حفظ و عنایت و توجه رب العالمین باشن و خاتمه به خیر بشن، خودشون و خانوادهشون و فرزندانشون. چرا گفتن زراباد خاکش خیلی عالیه؟ ذره. گفت به امتت بگو که بهش خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش هم خیلی شیرین و گواراست. خاک خوب، آب خوب، شیکم داره، یه بذر خوب. کشت بهشتم 4 چیزه: سبحان الله توحید خدا، و الحمدلله تحمید خدا، و لا اله الا الله توحید خدا، والله اکبر تعظیم خدا. یعنی تو یک بار بگی سبحان الله، یک بذری در بهشت اونجا کاشتی. یک درختی که شاید چند سال بخوای با اسب تازی زیرش بدوید. باغ تو اونجا توسعه بده،
خاک در اختیارته، آبم در اختیارته، بذرش دست خودته. یه وقتی 1000 متر زمین میخریم تو ایسینی، تو تازیونی، تو پاتلی، تو سرخونی، میخوای 10 بوته درخت بکاری جونت بالا میاد. اونجا دیگه آفت نداره، سم نمیخواد بزنید. کشت بهش چیه؟ این بذرا دست توست. چند ثانیه زمان برد؟ 12 ثانیه زمان برد این 4 تا درخت بکارید تو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا اون دنبالش چیه؟ ولا